به این داستان با دقت گوش کن. روزگاری توی جنگل سرسبز یه گربه بنفش زندگی میکرد که عاشق حل مسائل ریاضی بود. یه روز گربه تصمیم گرفت به فضا سفر کنه، اما موشکی که همسایش بود بهش گفت صبر کن، اول باید یاد بگیری چطور پاستا درست کنی. گربه که گیج شده بود به جای فضا به فروشگاه لوازم التحریر رفت و یه مداد جادویی خرید که میتونست نقاشیاش رو به واقعیت تبدیل کنه. ناگهان یک کشتی پرنده از آسمان پایین اومد و کاپیتان اون که یه پنگوئن با کلاه کاوبویی بود فریاد زد: کسی اینجا دوست داره به مریخ بره و با موجودات فضایی بولینگ بازی کنه؟ گربه که هنوز در حال فکر کردن به پاستا بود سری تکان داد و گفت: نه ممنون، من باید برم به کتابخونه و درباره تاریخچه باله تحقیق کنم. در همین حال یک درخت سیب شروع به آواز خوندن کرد و همه سیب‌هاش به شکل بالون‌های رنگی به آسمون پرواز کردند. گربه که حالا کاملا سردرگم شده بود تصمیم گرفت به خونه برگرده و یه فنجون چای بنوشه. اما وقتی به خونه رسید دید که خونش تبدیل به یک قلعه شنی شده و یه خرچنگ غول پیکر ازش دعوت کرد تا برای شام بمونه و پازل 1000 تیکه‌ای رو با هم کامل کنن. داستان گربه بنفش ریاضیدان، موشک همسایه پاستاساز، مداد جادویی، پنگوئن کاوبویی، درخت آوازخوان و خرچنگ پازلباز بیشه باید به اسپلور اینستاگرام نیست. پر از پرش‌های غیرمنتظره و محتوای بی ربط که مغز رو در حالت تعقیب پاداش تصادفی نگه می‌داره. این فقط یه حرف کلیشه‌ای نیست. تحقیقات دانشگاه پنسیلوانیا نشون داده افرادی که روزانه بیش از 30 دقیقه از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنن سطح اضطراب و افسردگیشون به طور معناداری بالاتر. و جالبتر این که مغز ما دقیقاً مثل یک موش آزمایشگاهی رفتار می‌کنه که تو جعبه اسکینر گیر افتاده. چطوری؟ اینستاگرام دقیقاً مثل اکسپلور خودش یه ماشین مهندسی شده دوپامینه. هر اسکرول یه شات تصادفی از لایک ها، استوری ها و ریلز های بی ارتباطه. مغز شما مدام دنبال پاداش‌های غیرمنتظره میگرده، دقیقاً مثل آزمایش معروف بی اف اسکینر که موش‌ها رو عادت میداد با فشار دادن اهرم غذا بگیرن، اما فقط گاهی. این پاداش متغیر باعث میشه ما اسیر چرخه بیپایان اسکرول بشیم و اینجاست که دیسیپلین شخصی به جنگ الگوریتم‌ها میاد. نگران نباشید. علم میگه مغز ما مثل عضله است. میتونیم اون رو تمرین بدیم. اولین قدم هوشمندانه تر از خود اینستاگرام عمل کنیم. بر اساس مطالعات دانشگاه استنفورد این 3 استراتژی رو امتحان کنید. قانون اول، قانون 20 20 20. بعد از هر 20 دقیقه اسکرول 20 ثانیه به نقطه دور خیره شید و 20 قدم راه برید. اینطوری مدام مدارهای عصبی مرتبط با اعتیاد رو ضعیف‌تر می‌کنید. اکانت‌های سمی رو آنفالو کنید. تحقیقات MIT نشون داده محتوای منفی فعالیت آمیگدال‌های مغز رو 60% افزایش میده. راه حل سوم اینه که از تایمین باکس استفاده کنید. اپلیکیشن‌هایی مثل فریدام یا اسکرین تایم رو فعال کنید. یه مطالعه تو ژورنال نیچر ثابت کرده محدودیت‌های خارجی 3 برابر موثرتر از اراده شخصی عمل می‌کنن. اینستاگرام یه ابزاره، نه سبک زندگی. اگه می‌خواید کنترل رو پس بگیرید همین امروز این کارا رو انجام بدید. هشدار مصرف روزانه رو روشن کنید. از خود اینستاگرام بخواد بهتون یادآوری کنه. صفحه اکسپلور رو خالی کنید. قبل از باز کردن اپ یه سوال بپرسید: آیا این کار داره به هدفی از اهدافم وصل میشه؟ پس دفعه بعدی که حس کردید دارید در اقیانوس بی‌پایان اکسپلور غرق میشید، یادتون باشه هر اسکرول یه انتخاب آگاهانه است. شما میتونید مغز رو فریب بدید، الگوریتم رو شکست بدید و مهمتر از همه زمان با ارزشتون رو پس بگیرید. تا ویدیوی بعدی هوشمندانه اسکرول کنید و به یاد داشته باشید زندگی واقعی بیرون از صفحه موبایله. و یادتون نره اگر اون گربه بنفش تونست از چرخه پاستا و پنگوئن‌های فضایی فرار کنه و بره خونه چای بخوره، شما میتونید از چرخه اسکرول نجات پیدا کنید. زندگی واقعی منتظره، حتی اگه به اندازه داستان ما عجیب نباشه. خدا نگهدار.